چرا امشب نظری میدین؟ من و بابای ساسان شب چهارشنبه سوری عاشق هم شدیم. واسه همین از موقعی که فوت شده من شبای چهارشنبه سوری به یادش نظری میدم. فهمیدی؟ 30 سال شما با من طرفی. وایسا جرأت چی شد؟ جرأت داری وایسی؟ جرأت دارم، احترامتون رو دارم. اصلا نمیذار من حرف بزنم. اگه من امروز آتیشت نزدم از رود نفریدم مرد نیست. خیلی خوب چی شده؟ هیچی بابا، من دهنم در رفت. به آقا بابک گفتم برنامه جایزش $1,000,000 بوده، $500,000 داد به لارا. از دهنت پریدارک. خیلی خوب پول خودش بوده، بچه دلش باز به هر کسی بده. بله. لارا کیه؟ همین خانومه که بچه دارم میگه از شالا نشونه که پیدا کردیم برای قامت بخرم. چطوره؟ خیلی هم خوشگل بود. خیلی خوشگله نه؟ یا قیاس المستقیسی دلاشوبه گرفتم. مادر می‌خواستی بدی، خب به این خوشگل ترش میدادی. پیدا کرده بودی که بعدم من فقط به لارا ندادم که من به لارا دادم و بچه‌مه. ای مرد شور تو بچه تو ببرم. نگو مرد حسابی، نگو نوته. گور پدره تو بچه تو نوه من. وای آروم باش. الان مغز بچه ریخته بوده تو دهنش. این گوات گرفته، بغض داره. هیچی نریخته باشه تو این آشاخه. چی دینی؟ طوری نشده. یه ذره خاک توشه ریخته توی آش. خب مردم میخوام بله بخورن، طوری نمیشه. خود منم میخورم. نه بابا، آش برزیله، میگن که اونجا برکت هم داره. ساسان چرا دافاشون میندازی؟ کرم داری؟ تو اینو از کجا یاد گرفتی؟ من بچگی دوست داشتم یه خارجی گیر بیارمش فوش یاد بدم. خدا اینو گذاشت تو دامنم. به آشت خیلی خوشمزه شده سوری جون. نوش جان بابک جان. یکم یک کاش بر من میزی. چهارمون کاسته نفت میکنی. نفخ چیه؟ با این وضعیت که آقا بابک داره آش میخوره خودت آخر شب میفهمی. خود بر سر شو ببار اون خنده تو. مامان سوری تو خیابون خلوته، من آلیسی ببرم یه خود تهران نشونش بدم باشه؟ بیا آش خالتم وقتی بدار بکش. ای بابا برو لباست تو عوض کن بریم. به مامانت نمیاد. خیلی خفنه. چی رو خفنه؟ این چه خرد خریه؟ خدا لعنتتون کنه، نه تنها مال بابای من خوب پولی داری میکنی، این بخته گفته این روز مامانم هم دیوونه کردی. برام آماده ای؟ اونا قد وسط نصف میشی نفر. آقا بابا توجه امشب میخوایم بهتر کنی. داری چی کار میکنی؟ نه عجب اون لاخی. زودتو بخونی. آقا ساسان وقت نشد از مادرتون تشکر کنم. انشالله هر چی از خدا میخواد بهش بده. دست شفاست والله. اگه چی شده سوسن خانم؟ بابای من یه ساله نمیتونه درست راه بره، با واکر به زور راه میره. خب اون وقت 2 تا کاسه آش رشته مادرتو خورده، نمیدونی تو حیات چی کارا میکرد. دیدم این وروجک پدرشو. نه یعنی میگم خیلی سخت سن ببخشید. انرژی 3 دور طول و عرض محله رو هی رفته هی برگشته، هی رفته هی برگشته. الان خوبن؟ کجا هستن؟ اینها بابا پدر سوسن خانم.
ببین برو دنبالش برو دنبالش این پیرمرد به اون قیافه این دفعه بیاین آش بخوریم. برو تو بابا آش بخوریم. معلوم نیست تو این آش چی بوده. چرا اینجوری شدن همه؟ بیا بابا نیروی خوددون بیا.